بعد چند روز عید سید قربان فرا میرسد که یکی از سنت‌های مبارکی مردمی مسلمانی ما میباشد. این عید طوری که از نام و تاریخ پیدایش آن برمی آید سنت ادای نماز عید، این چنین قربانی کردن و با جا آوردن فریضه های حج تنها برای آنهایی که قدرت و توانایی مادی یعنی دستی دراز دارند و صاحب روزگار سیر و پر می باشند به شمار می روند. به عباره دیگر فقط آنهایی می توانند که به حج روند یا قربانی کنند که در زندگی خود هیچ مشکلی ندارند، اهل خاندان و فرزندانشان از هر لحاظ تأمین می باشند. شخصی قربانی کننده گوشت چاروای قربانی کردهش را برای عائله خود، خویش تبار کم بضاعت و دیگر شخصان محتاج کم بضاعتان، یتیمان، معیوبان صرف می کند. این مسئله در آیت 36 سوره حج قرآن مجید مخصوص تاکید شده است. دیگر اینکه به عیادت پدر و مادر و کلانسالان، عائله های عزادار و زیارت منزلگاه گذشتگان رفتن و دعا کردن نیز از تعامل های عید قربان شماریده میشود. لیکن خراجات زیاد کردن و دسترخوان پر دبدبه آراستن یعنی راه دادن به زیاده‌روی و اسرافکاری و به توی تبدیل دادن این عید صرف دینی با سنت و تعامل‌های آن یگان رابطه ندارد و غیر از نمایشکاری چیز دیگری نیست. چون این رسم و عادت یا تعامل در یگان کشور اسلامی دیده نمیشه. در یگان دولت اسلامی اون طریق زیاده‌رویی که ما میکنیم نمیکنن. برعکس در این ایام و روزهای دیگر کمک کردن به یتیمان و معیوبان، بیماران و رنجوران، شخصان محتاج و کم بضاعت و انجام دادن یگان کار و عمل خیر و منفعت عامه ثواب زیاد دارد. باور دارم که ساکنان شرفمند و زحمت پیشه شهری وحدت با شکرانه از دولت صاحب استقلال و محیط آرام کشورمان در جاده به کمال رسانیدن فرزندان وطن دوست و خودشناس، صاحب کسب و اختصاص‌های معاصر و نسل سازنده و آبادکار بیش از هر وقت دیگر تلاش می‌ورزند. آنها همچنین می‌باید نیز سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت مملکت را همه جانبه دستگیری نموده برای پیشرفت و آبادی تاجیکستان عزیزمان سهمی وطن دوستانه خود را می‌گذارند. بار دیگر به خرد و بزرگ در اجرای مقصد و مرام سازنده و عملی گردیدن نیت و نقشه های نیکشان برای کامیابی آرزومندم. همیشه سعادتمند و سربلند باشید بندیاران عزیز. من در خدمت شما سلامی صمیمی و سرشار از مهر و محبت مرا بپذیرید. اساسگذاری صلح و وحدت، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من رازق فیروز، آموزگاری جوانی مؤسسه دولتی تعلیمی کلج طبی شهر وحدت، همزمان عنوان ایجادکار جوان را نیز بر عهده دارم. برای ما جوانان همچون سازندگانی با اعتماد وطن مایه افتخار و سربلندی است که در پرتو و پیروی سیاست خیرتمندانه و دوراندیشانه شما محترم جناب عالی کار و فعالیت می نماییم. ما جوانان در برابر اعتماد و باور شما نسبت به خود مسئولیت بزرگ وطن دوستی و میهنسازی را در قلب و جان خیش پرورش نموده تلاش بران می‌ورزیم که با کار و عمل سازنده سزاوار این همه اعتماد و باور شما باشیم. غمخواری و دستگیری پیوسته شما است که امروز نسل جوانی تاجیک با دل گرم و باوری به فردای درخشان در ساختارهای گوناگون دولت کار و فعالیت می‌کنند. مورد ذکر و لازم به یادآوری است که یکی از تدبیرهای مهمی که بهر کامیاب شدن با علم و هنر آموزی ما جوانان امکانیت بیشتر مهیا کرد، این تشکیل نمودن مرکز ملی تستی می باشد. خوشبختانه من یکی از جوانان سعادتمندم که با واسطه مرکز ملی تستی به دانشگاه شامل شده
آن را ختم نمودم. در جواب غمخواری هایتان صادقانه و با ذوق بلند علم آموختند، سزاوار دیپلم درجه اعلا شدند. امروز با شکرگزاری از شما و نسل نورس و جوانان دیارمان درس میگویم. ما جوانان، ما آموزگاران افتخار از آن داریم که در وطنمان علل خصوص در شهر وحدت بهر بلند برداشتن معرفتی دانشجویان و بر کمال رسانیدن نسل جوانان تاجیک تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. در ضمن با قناعتمندی و افتخار ابراز می دارم که غمخواری پدرانه شما محترم جناب عالی با ما جوانان خیلی نظر رس است. برای احساس صمیمیت والای پدرانه داشته‌تان نسبت ما جوانان پیروی شما پیشوای معظم ملت بودیم، هستیم و خواهیم. سلام السلام ای پیشوا، ای قهرمان ملتم، قهرمان داستانی جاودان ملتم. ملتم از زحمت بی‌مثلتان ملت بشد تا فلک بالا شده نام و نشان ملتم. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بنده فرزانه میرزایوه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 به نام بوریگل اسایوه. من خود را یکی از خوشبخت‌ترین فرد سیاره می شمارم. آره، در کشور زندگی به سر میبرم که چون شما با عدالت‌ترین سرور دارد، سروری که هستی خیش را بهر سعادت و خوشبختی خلقش، بهر رشد و ترقیات دولتش بخشیده، با جسارت و مهارت و عدالتش دل اهل عالم را تسخیر نمودند. من از قهرمانی های شما بهری از ورطه هلاکت رهانیدن خلق و کشورم بسیار شنیدم و از شه کتاب تاریخ دوران صاحب استقلالی وطنم میخوانم. خوب آگهم که برای برقرار نمودن کاخ صلح و وحدت وطنم چه زحمت و رنج کشیده اید و چه کارنمایی های بی‌مثل نشان داده اید. اثبات همه این را در عزم و تلاش، سازندگی و آبادگری، دلسوزی و غمخواری های شبانه روزی کنونیتان میبینم. شما چه خدمت هایی که بهر رشد و بقای خلق و دولت خیش کرده اید و کرده ایستاده اید، این را قلم وقت در شه کتاب جاودان ملت با خط زرین می نویسد. یقین که تا آدم و عالم باقی است آن زدوده نخواهد شد. منظوری بنده از این چند حرف ابراز می نمودم دیگر چیز است. این از اظهار منتداری نمودن از دلسوزی و غمخواری های همیشگی و پدرانه شما به ما جوانان و نورسان می باشد. هر یکی ما باید با چشم عقل با آن راهی که به سوی آینده درخشان ما را هدایت می نماید نظر کنیم و با گوش دل به حرف شما گوش دهیم. هر یک حرف شما برای ما جوانان پرقیمت ترین پند است، پندی که ما را به سوی قله مقصود راهنمایی می نماید. چون شما یک راهنمای ملت آزاده اید، راه صلح و وحدت ما را شما بگشاده اید. سروری والا مقام ملتم خوش آمدید، پیشوای نیک نام ملتم خوش آمدید. زهی سروری والا مقام، باری دیگر خوش آمده جناب عالی به دیار وحدت زمین نازنین. بیا ای هموطن، بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم.
با جان آماده هر یک ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادر هاست. همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. گرفته دستی هم از یک گریبان سر برون آریم. وطن از ماست، ما نیز از برای این وطن باشیم. چونان باید وطن خواهی، چونان باید وطن داری. وطن از ما رضا، ما هم رضای این وطن باشیم. خدا ناکرده گر بادی خزانی میوزد سویش، مددگار و شفا بخش و دوای این وطن باشیم. بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا جان فدای این وطن باشیم. با جان آماده هر یک ندای این وطن باشیم. احسن دختر جان. خان دختر جان، خان علم آموز، قابلیت داری خان، طبیبیدم خان، ایجادیاتم و ایکو. کی میداند که آینده از شما کی میشود؟ سیاستمدار میشود، عالمه جوان میشود، شاعره میشود. از خودتان وابستگی دارد. همین مکتب نو ساختگی را من پیشنهاد میکردم که از بس که با شرافت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما افتتاح کردیم، نام همین 30 سالگی را گذاریم. شما زیده هستین؟ این اولین مؤسسه تعلیمی در مملکت که با نام 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذاشته می شود. کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.